این داستان سفر به دریا. یه روز گرم تابستونی آرنی تصمیم میگیره با کشتی تفریحی به دریا سفر کنه. در حین سفر اتفاق جالبی میفته. وای خدای من، دلفینا ببین. دلفین هم از دیدن آرنی هیجان زده میشه و چند تا ملق توی آب براش میزنه. آرنی که از اون بالا دلفینو نگاه میکنه. یه فکر خوب. اون تصمیم میگیره که یه توپ برای دلفین بندازه. دلفین از این بابت خیلی شاد میشه. دلفین هیجان زده بود مثل آرنیک. کلی با توپ بازی کرد. شاید باورتون نشه ولی دلفین توپو به آرنیک برمیگردونه. توپو بهت برگردون. اون روز جالبی برای آرنیک بود. یه تجربه جدید دلنشینه.